الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر در مسئله اشاره سبابه سوال نموده اند. اشاره سبابه کردن در نماز البته این سنت مؤکده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و حدیث صحیح در این مسئله ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره سبابه میکردند و حدیث از ابن عمر، ابن عباس و غیره از صحابه زیاد ثابت شده است. و اما مذهب ابو حنیفه رحمه الله فقط در حالت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله در همین جا برداشتن رو، و مذهب شافعی در حالت الا الله گفتن، و بعضی مذهب احمد ابن حنبل از اول اشهد ان لا اله الا تا آخرش، و مذهب مالک اینچنین همچنین گفتند. و علما میگن هر چهار مذهب در این مسئله قولشون ضعیف است و قول راجح این است که از اولی از به تشهد شیستن تا آخری سلام دادن، یعنی تا آخری تشهد باید انگشت سبابه برداشته ایستاده شده باشد. و البته یعنی وقتی که انسان به رکعت دوم میشیند، وقتی که نشست باید انگشتش بردار باشد، و وقتی که به رکعت چهارم میشیند باید اشاره سبابه بردار باشد و تا آخری نماز و تا سلام دادنش راست بیستد. و البته حرکت کردنش هم وجود دارد، چلی که حدیث وارد شده است و ابن حجر روایت میکنند که کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا دعا یشیر بسبابته، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که دعا میکردند به این اشاره سبابه، یعنی به این انگشت سبابشون اشاره میکردند. این دلالت میکند که وقتی که انسان به التحیات شیست انگشت سبابه خود را از اول تا آخر میبردارد، اما آیا همیشه از اول تا آخر می جنباند یا که نمی جنباند و جنباندنش چی طور است؟ آیا این مثل دایره می جنباند، یعنی کروله می جنباند، یا که راست البته پست و بلند میکند؟ و اما جنباندن به نهایت خفی هست، به نهایت یعنی آهسته است، نه جنباندن سخت، جنباندن آهسته که البته به نهایت با احتیاط. سبب چی؟ سبب این است که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله همین طور است و کی وقتی جنبانده میشد همیشه از اول نماز تشهد تا آخرش نه، بلکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله دعا میکردند میجنبانیدند. یعنی وقتی که به تشهد شیستید انگشت اشاره خود را میبردارید، این سه دیلک خود را که بعد از اشاره آمده است از دیلک مبین بعد از و دیلک آخر را جمع میکنید، مشت میکنید و اشاره سبابه رو وقتی کردید، وقتی که مثلا میگید التحیات لله والصلاة والطیبات السلام علی النبی، وقتی که میگید باید این اشارتون کم ترجمه، برای اون که این دعا است السلام علی النبی. البته السلام علیک و رحمت الله و برکاته این چی نام آمده است؟ السلام علیک رسول الله. البته این بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نیست، صحیحش السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا باز میجونید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله، و بعد از میراد اللهم صل علی وقتی که میگید انگشت کمی میجومد و اللهم بارک الله میگید انگشت کمی میجومد، و بعد از این هر دعایی که میگید اللهم میگید انگشت میجومد و این سنت است و باید انگشت جمانیده شود و باید از اولی تشهد تا آخر تشهد انگشت باید برداشته شده باشد و این سنت رسول الله است. هر کسی که مخالف این سنت است خطا کرده است و البته هر کسی که این رو دستگیر میکند در بدعت است و باید به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنگ زده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.